کامنت من دیدم خیلی گفتن که سید پول میگیره. چرا پول میگیره؟ این به ما ربطی نداره. به جنه دیگه ادامه بده. مریضش نگاه کن. ماچ کرد. توی این ویدیو به پیشنهاد خیلیاتون رفتیم سراغ جنگیرها و جنگیری‌های دیگه به غیر از سید. همشون خارجیان و بهترین ها از هر کدوم رو براتون جدا کردم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید و جایی نرید. هیر وی آر. چطورید رفقا؟ انزا هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید. یه چیز کوچولو قبل شروع بهتون خبر فوت تیوی دومم رو بدم که به درد همون قبلی دچار شد و تیوی دوممون هم الفاتحه، یعنی امیدی بهش نیست، باید عوضش کنیم. مشکلی نداره، این بالاخره این سنگایی که سر راه تو مسیر قرار میگیره و باید از روش پرید، چاره ای نیست. با اینکه یه ویدیو براتون اوکی کرده بودم لیمیتد شد از طرف یوتیوب و فاصله ای که بین آپلود قبلی و این آپلودم افتاده به خاطر این قضیه است. این ویدیو که الان داره میبینید رو سعی میکنم خیلی زود ادیت کنم و به نگاه زیباتون برسونم و اینکه این داستانا پیش اومده بعد یکی دیگه بخریم بذاریم جاش دیگه، چاره ای نیست. یادتون نره حمایت شما از این چنل باعث پیشرفت چنل خودتون و دلگرمی من میشه تا براتون محتوای بهتری تولید کنم. واسه این قضیه انقدر فیس شده بودم که اصلا حال و حوصله ضبط و رکورد نداشتم، ولی خب به عشق خودتون اینجام در کل نور گیو اپ برو. بریم سراغ ویدیو. جنگیر اول یه امام نوظهوری هم مثل این که داخل پاکستان یا هند فکر کنم ظهور کرده و به آقای فوت معروفه. یکی دو تا ویدیو از اونم هست، ببینیم. یه برو خیالت راحت، تو برو، فقط نگاهی هم داره، دیدی نگاهشو؟ سفت و سفت بود با یه ضربه به سر آقا بلند شد بدون هیچ عکس العمل خوشحال کننده، یعنی اصلا انگار یه ورش هم نیست. دیگه برو دعاش میکنه. چرت نگو بزن به چک. از این آقا ویدیو زیاد هست، اگه نظرتونه بهم بگید که برم کلشو جمع کنم و بیارم یهو با هم دیگه بهش بپردازیم ببینیم داستان چیه. Şunu bir çekelim. Hiç gücü kalmaz. Hali kalmaz. Çalışıyoruz normalde. Rabbim sizi kahretsin. Rabbim sizi kahretsin. Rabbim... ببخشید پاس کردم. ترکیه‌ایه. بعضی چیزاش که میفهمم براتون معنی میکنم. میگه ربیم سیزی kahretsin، یعنی خدا شما رو لعنت کنه، شما رو غیب کنه، شما رو از بین ببره. به جنای داخل بدنش. Devam edin. Kıza zarar vermeyin. Kıza zarar gelmesin. Göğsünü yapın. Esma'm göğsünü yapın. میگه ادامه بدید به دختر ضرری نرسه. چرا هیچی نمیخوای، هیچی نمیگی؟ Anne babası da yanımızda. İt. Aynısını yapacağım ben de size. Devam edin abi. یه Kıza zarar سگ gelmesin. İbrahim abi özellikle. ادامه بده به دختر ضرری نرسه. به جن نمیگه ادامه بده. ته نداشت. نمیدونم اکتر دختره یه ذره فیک نبود. نظر چیزی راجبش دارید کامنت کنید. بعدی What the تفنگ اسباب بازی داره رگبار میبنده جنو. خب اون موجودی که تو تن اون هست میتونه درکی از این وسیله که اسباب بازی نداشته باشه و این آقا انرژی بده که این وسیله با این سر و صدا، یعنی انرژی به این تفنگ بده که یه موج منفی به این جن وارد کنه که عذاب بکشه. دارم چرت میگم، شدنیه؟ نمیدونم. بعدی خدا وکیلی این عکس العملا و این کارهایی که اینا میکنن، ما قصد مقایسه با سید نداریم، ما اینا رو داریم میبینیم فقط، ولی خداییش سید چیز دیگه است.
چی بود این؟ هرچی بیشتر نگاه میکنم بیشتر جلو میریم بیشتر قدر سید رو میدونم. با اینکه برای ما عجیبه ولی خب داریم خارجی ها رو میبینیم دیگه. نگاه کنید حرکت ها رو، کارا رو ببینید. هر کی روش خودش داره. روش سید خیلی هم به نظر من نرماله در برابر اینا. تفنگ آبپاشو دیدی؟ اسباب بازی بود. بعدی جمعیت و آقای فوتیه. میخوام ببینم چجوری داره فوت میکنه. شفا میده. وایسا چیکار کرد؟ یه چیز جا زد. یه فوت هم کرد. خب این آقا پرواز کرد داد ویلچر. بیا اینجا کجا میری؟ به دستمو ماچ کن. یه تشکری چیزی داشت میرفت. خدا میدونه دیگه. خب یه شفای دیگه. این داره شفا میده بیشتر. جنگیری من ندیدم. گرفت. اوها. میگه پاشو. پاشو برو گم شو. درست شد. یه دونه اینجوری هم بکن. خیلی بالا اینجوری میکنه. زنده باد. دیدید که چجوری بود؟ دیدید که چقدر سطحی عملیاتاشون رو انجام میدن، مراسماشون رو انجام میدن و ما چقدر الکی گیری میدیم به جنگیرای خودمون. نگاه کن خدا وکیلی اینا رو ببین. من بازم میگم قصد مقایسه ندارم ولی خب چون چنل ما داریم ریاکشن میکنیم توش به سید، جنگیری که تا الان بهش ریاکشن میکنیم سید بود دیگه. من خودم به شخصه، حالا شما هم جای دیگه نگاه میکنید ولی من خودمو دارم میگم. ببین آخه نمیدونم والا تبلیغ سید رو واقعا نمیکنم. من ریاکشن کارم. خب سید برام جالب بود کاراش. همون روز اولی که شروع کردم ریاکشن کردم به سید جالب بود برام، متفاوت بود برام. درصد حقیقتش به نظرم بالاتر از این هاست. یعنی درصد حرفه‌ای بودنش. خب شاید اینا هم حقیقت باشه. این پاکستانیه که داره شفا میده مورز. بعد میگه من امامم، من پیامبر نوظهورم فکر کنم. آره حالا میریم اگه نظرتونه گفتم بگید که توی ویدیو جداگونه بریم کاملا بهش مفصل بپردازیم. ولی هستن کسایی که دارن سوء استفاده میکنن توی این مسیر. خب اونا اسم اینا رو هم خراب میکنن. یعنی اسم اینا که دارن واقعا خدمت میکنن به مردم هم خراب میکنن. یارو چه میدونم دست درازی میکنه تو جنگیری به مریضش، حالا به کسی که مراجعه کرده بهش. خیلی هستن تعرض میکنن. برای تعرض یه ویدیو دارم اینو نگاه کنید الان. دیگه اینجای من برای چیز دیگه روت دیدی خودش. نمیدونم والا چی بگم. فقط اینکه آقا قضاوت رو اگه میخواین انجام بدین قبلش مقایسه بکنین. خب بالاخره یا هست جنگیری یا نیست. اول اینکه باید قبول کنی، باید اعتقاد داشته باشی که این قضیه هست. اعتقاد ایمان داشته باشی که آقا این قضیه وجود داره. خب یه سری هستن که در راستای این مشکل مردم دارن قدم برمی‌دارن و خدمت میکنن. حالا که پول میگیره، یه سری پول میگیرن، یه سری نمیگیرن، یه سری بیشتر میگن، یه سری کمتر میگیرن. این بستگی داره. خب شما ملاک رو باید ببینید چی قرار میدی. ملاک رو پول قرار میدی یا ملاک رو وضعیت حاد بیمار قرار میدی. تو کامنت ها من دیدم خیلی‌ها گفتن که سید پول میگیره. چرا پول میگیره؟ این به ما ربطی نداره. این به اون بیمار ربط داره که پول میده یا نمیده. حالا من زیاد تو بحرش نرفتم، زیاد تحقیق نکردم که آقا آیا سید
ملاکش پرداخت پول هست و هزار تا آیه دیگه که من واردش نمیشم، این به من ربطی نداره، چون که این مریض خودش به خواسته خودش، حالا اگرم مبلغی پرداخت کرده به خواسته خودش این مبلغو پرداخت کرده، سیدم رفته داره بهش کمک میکنه و هستن. ولی اینو میدونم بودن کسایی که واقعا مبلغی ندادن به سید، یعنی سید ازشون پولی درخواست نکرده. خب شرایط یارو خیلی خاص بوده، حاد بوده، شرایط مالی مناسبی نداشته و سید براش کارشو انجام داده، بهش کمک کرده، اینو خبر دارم. ولی خب اونا که پول زیاد میدن اینو نمیدونم دیگه. شاید یارو مثلا بچه‌ش بیماری داره، یه افسردگی داره، به هر نحوی شده، حالا یارو مایه داره، به هر نحوی شده میخواد خوب شه. خب دیده سید اینجوری که سیدم بیماری دیگه‌ای داره، میگه آقا من این پولو به تو میدم، بیا زودتر کار من راه بنداز. سیدم درخواستی نکرده، شاید یاد کرده، نمیدونم، میگه آقا بده پولتو بیا. حالا این وسطه که یه سری من پول هنگفت میدن دیگه، مقصر کسی. آقا قضاوت نکنید کلا. خب تا قبل از تجربه قضاوت نکنید. من هم طرفدار این آقا نیستم، من تبلیغ کننده این آقا نیستم، من به عنوان ریاکشن کار سعی میکنم تا جایی که میشه در راستای حق حرکت کنم و حق بگم. کلا اگرم تو این مسیر خطایی از من سر زده، حرفی زدم که باعث شده شما به سید شک کنید، باعث شده که به من سوء ظن داشته باشید که دارم برای این آقا کار میکنم، تبلیغش میکنم، من عذر میخوام، ولی در واقع اینجوری نیست. مرسی آقا، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. دوستتون دارم، واقعا خیلیاتون دارین به من عشق میدین، انرژی میدین. این که الان من اینجا با این وضعیت، واقعا تلویزیون دومم بود، این تیوی دومم بود که سوپاری که دیگه بگیرم بزنم جاش، اصلا مشکلی نیست. به عشق خودتون اینجا، مرسی که هستید، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. حمایت از کانال خودتون فراموش نشه. دوستتون دارم. فعلا تا ویدیوی بعد. چاکس گایز.